درود گایز، خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال یوتیوب وایمس. امروز اومدیم با ریاکشن با آهنگ دشمنمو دوست دارم از گاتپوری. این آهنگ جورایی بعد از یکی دو روز بعد از دیس آشنا که فری استایل بود، خیلی هم آشنا با اینکه سنش کم بود خفن گفت، ولی اصلا به گاتپوری نمیخورد که بخواد این دیس آشنا رو جواب بده. ولی حالا انگار یه ترک داده دشمنمو دوست دارم، یه جورایی میشه گفت دیس به آشنا شاید باشه. حالا بعضی که آهنگو گوش کردن میگن دیس آشنا نیست، دیس کسای دیگه است، ولی حالا امکان داره گاتپوری توش یه تیکه‌ای بندازه. از لایک ساب زنگوله یادتون نره. این معطلی بریم سراغ این. خب اومدیم با آهنگ دشمنمو دوست دارم. پس خیلی سریعتر بریم سراغ ویدیو که طول نکشه. اومد خدا رپ فارسی پشت میکروفون. روشن تکلیف داشی میکنی تشکیل داشی هیئت 5 تیر باشه. خیلی با کورس اولش حال کردم. اینم یه مدت تو اینستا ترند شده بود، نمیدونستم حالا به این آهنگه. خدا رپ فارسی پشت میکروفون. این اولش هم داره یه تیکه‌ای میندازه، باز بعضیا میگن دیس آشنا نیست. همین اولش داره میگه که خدا رپ فارسی پشت میکروفونه. آشنا اول گفته بود که آره گاهیدم رپ فارسی که توش خدا باشی. روشن تکلیف داشی میکنی تشکیل داشی هیئت 5 تیر موزیک پلی کف محلمون لوری از طرف ما سگ پیت اومد یه موتوری نمیزنه تو جمعتون پوری میگی کد شهربار میگیم لباس پلو خوری ما بهش محبت ها رو تله میبینیم یقه میگیریم با حرفامون خفه بمیرید میان پاسکاریتون بدون جبه شیرینی. اینم بهش اونقدر نمیخوره دیس آشنا باشه، خیلی داره فعلا خشن میگه این چند ثانیه. نمیزنه تو جمعتون پوری میگی کد شهربار میگیم لباس پلو خوری ما بهش محبت ها رو تله میبینیم یقه میگیریم با حرفامون خفه بمیرید میان پاسکاریتون بدون جبه شیرینی بزنم تخت سینت میخوابی رو تخت کلینیک جهات کلن رو تنمون عطر بتادینه تابوت بدخواهامون تخت ملامینه تراپی رپ فارسی نگام بالا به پایینه اما کینه اگه داری عکس رو اعلامیه میره بزنم تخت سینت میخوابی رو تخت کلینیک جهات کلن رو تنمون عطر بتادینه تابوت بد. خیلی کلمه بتادین رو روی آهنگاش استفاده میکنه، فیتیش داره بس. خواهامون تخت ملامینه تراپی رپ فارسی نگام بالا به پایینه اما کینه اگه داری عکس رو اعلامیه میره الان شده اصلا سبا سایدا تو با اینستا اومدی ما از زمان سایتا بودیم 5 تا من بود. خب باز بعضی میگن دیس آشنا نیست. تابوت بدخواهامون تخت ملامینه تراپی رپ فارسی نگام بالا به پایینه اما کینه اگه داری عکس رو اعلامیه میره الان شده اصلا سبا سایدا تو با اینستا اومدی ما از زمان سایتا بودیم 5 تا من بود 0 سبا سایپا ما دلی کار میدیم شما برا لایکا. میگه 5 تا من بود 0 سبا سایپا ما دلی کار میدیم شما برای لایکا. نور چشمیم پرچم داریم با تو دم پرشم میاد ارجم پایین دستم نی دستن جانی تش مشکوک میرم مثل رپ شدم با نور چشمیم پرچم داریم با تو دم پرشم میاد ارجم پایین دستم نی دستن جانی تش مشکوک میرم مثل رپ تیکشو که تیکه میندازه میگه مشکوک میرم مثل رفسنجانی هم اینطوری بود بعد از اینکه مرد. الان دلیل مرگش هنوز خیلی معلوم نیست، داره میگه مثل رفسنجانی نامعلوم میرم، دلیل مرگم معلوم نشه. رپ شدم با چش بارونی تک میمونم مثل نون ته جانونی یه جور
که میرم با چش بارونی دستم نی دستن جانی تش مشکوک میرم مثل رپ شدم با چش بارونی تک می که رفا شدم با چش بارونی. به نظرم تتو قطره های بغل چش رو میگه. هر تتو هر یک قطره نشونه به یه نفر آدم که کشته باشی داره. نور چشمی پرچم داریم با تو دم پرشم میاد ارجم پایین دستم نی دستن جانی تش مشکوک میرم مثل رپ شدم با چش بارونی تک میمونم مثل نون ته جانونی یه جوری که همه هیترا بگیرن لالمونی یاقی میمونیم حتی رپ بشه قانونی این تیکش داره میگه یاقی میمونیم اگه حتی بشه رپ قانونی. یه جایی خیلی از رپرها بهش تیکه انداختن که واسه مجوز، حتی شاپور هم خیلی جایی گفت که واسه مجوز حاضری همه کار بکنی. اینجا داره میگه که به همون هیترها رپرهای دیگه داره جواب میده، میگه آقا من اگه حتی مجوزم بدم بازم رپر یاقی میشه. جانی تش مشکوک میرم مثل رپ شدم با چش بارونی تک میمونم مثل نون ته جانونی یه جوری که همه هیترا بگیرن لالمونی یاقی میمونیم حتی رپ بشه قانونی روشن تکلیف داشی میکنی تشکیل داشی هیئت 5 تی داشی روشن تکلیف داشی میکنی تشکیل داشی هیئت 5 تی داشی روشن تکلیف داشی میکنی تشکیل داشی هیئت 5 تی داشی سنا داره برمیگرده عقب. دشمنمو دوست دارم وقتی روش حقیقت تیر خلاصم روش حقیقت ترشی قوی ترشین حاجیتون میشه هپی تر ورسات پونز پانچام میخه طویلن دشمنمو دوست دارم من قد ناپولی دشمنمو دوست دارم وقتی روش حقیقت تیر خلاصم روش حقیقت ترشی قوی ترشین حاجیتون میشه هپی تر ورسات پونز پانچام میخه طویلن میگه ورسات کل آهنگات مثل پونسه، من فقط پانچام میخه طویله است. منمو دوست دارم من قد ناپولی تو افسی میشی هرسی ولی لفظامو حفظی من پام بیا تو بیفا میشه مرافض جنسی اگه کاری تو نداریم رو موده کزم قیزیم کم بخون مزخرف بچه مزلف آجه دیگه تو فاز عربی دینی بیشتره طویلن دشمنمو دوست دارم من قد ناپولی تو افسی میشی هرسی ولی لفظامو حفظی من پام بیا تو بیفا میشه مرافض جنسی اگه کاری تو نداریم رو موده کزم قیزیم کم بخون مزخرف بچه مزلف لیستام لژندری کریر میکنم معلق جوالق گاتپوری همیشه به قافیه‌های پشت سر همیشه با قافیه‌های پشت سر همش طرفو میگفت حفظی من پام بیا تو بیفا میشه مرافض جنسی اگه کاری تو نداریم رو موده کزم قیزیم کم بخون مزخرف بچه مزلف لیستام لژندری کریر میکنم معلق جوالق شهره گوش میکنم به جا کدک لک ایرون میلرزه بعدش هم سکوت من بدم ترک بعدمونا بخوای میشه برات بدتر تو میچینم لاتیشو پر کنی برادر نباید چیزی پشتمون بکنی تلاوت در آخر کیرم تو رپر مورد علاقت این تیکش که میگه کیرم تو رپر مورد علاقت اینم به نظرم باید با آشنا بشه، چون آشنا چند باری با کوروش وانتوز همکاری داشت، بعدش هم یکم ازش طرفداری میکرد و خیلی دوستش داشت و اینا. بعد کوروش هم با گاتپوری یه زمانهای دعوا داشت، دیسبازی داشت. الان به نظر هم تیکه به کوروش میلرزه بعدش هم سکوت من بدم ترک بعدمونا بخوای میشه برات بدتر تو میچینم لاتیشو پر کنی برادر نباید چیزی پشتمون بکنی تلاوت در آخر کیرم تو رپر مورد علاقت روشن تکلیف داشی میکنی تشکیل داشی هیئت 5 تی داشی داش خدا رپ فارسی پشت میکروفون
آکی برای این همه تصویر بگی. زمانی که میگه آکی برای این همه تصویر بگیر، این تیکاش بیشتر موقعی که میخواد دشمن خود را دوست بدارید. زیرش اصلا معلوم نیست چی نوشته، هر چیز عربی نوشته. خب موزیک خیلی باحاله بود. گاتپوری قشنگ گوید. به نظرم این تیکه هایی هم به ویناک داشت. اگه حالا دیس به کسی دیگه هم بود بگین که ببینیم چی میشه.